مطمئنم خیلی از افرادی که صدای من رو میشنون دقیقا تو همین شرایط هستن. خیلی از ماها با پدرهای روبرو هستیم که ممکنه هیچ وقت نتونیم به طور کامل درکشون کنیم یا اصلا با روشهای تربیتی و رفتارشون کنار نیایم. ولی این رو باید بدونیم که همیشه قرار نیست همه چیز درست و منظم باشه. همیشه قرار نیست پدر، مادر یا پارتنرتون دقیقا همون چیزی باشن که شما میخواین. مشکلات با پدر یا با هر کس دیگه‌ای بخشی از زندگیه، اما وقتی که درگیر این احساسات و شرایط میشیم باید شروع کنیم به قبول خودمون، به یادگیری روش‌های جدید برای زندگی. من توی آشناهام، توی دوستام خیلی‌ها رو دیدم، چه پسر چه دختر، با پدراشون مشکل دارن. و خب ما به عنوان نسل جدید این وظیفه رو داریم هممون که خودمون رو آگاه بکنیم و بدونیم حالا آقا ما این مشکل رو داریم، چجوری باید رفعش کنیم، چه شکلی باید این مشکل رو حل بکنیم. من میخوام بهتون بگم که چی کار بکنین، چون چیزیه که به نظر خودم بهترین راه حله. یه نکته خیلی مهم اینه که باید خودمون رو دوست داشته باشیم، حتی اگه رابطه با پدر یا کسی که برامون مهم بوده سخت و پیچیده باشه. باید یاد بگیریم که احساسات منفی رو از خودمون دور بکنیم. به جای اینکه درون خودمون فرو بریم، باید برای خودمون جایی پیدا کنیم. یه سری چیزا نباید بذاریم ما رو بیاره پایین و ما رو بکشه پایین. مثلا اگه با پدرتون دعواتون میشه یا یه چیزی میگه که حستون بد میشه، نرین تو اتاق بشینین هی با خودتون کلنجار برین، هی حس بد بگیرین. این کار اشتباهه. شما تو مرحله اول باید خودتون رو دوست داشته باشین. باید از اون حس خارج بشین. واقعا خیلی از ماها از پدر یا کسی که نزدیک به ماه انرژی منفی میگیریم. ممکنه احساس کنیم همیشه بی‌توجهی و بی‌احترامی میبینیم. اینا باعث میشه که احساسات منفی توی ما جمع بشه و حتی گاهی احساس کنیم که نمیتونیم مستقل باشیم و حتی ممکنه که عذاب وجدان بگیریم یا احساس گناه بکنیم. بهترین راهی که من به شما پیشنهاد میکنم که هم خودم هم دوستان به این نتیجه رسیدیم اینه: آقا کر، کور و لال باش. این بهترین راه حله واسه تویی که توی خونه داری با پدر و مادرت زندگی میکنی. هیچ راهی به جز این نداری. یا باید مستقل بشی و از اون خونه جدا بشی که اون هم شرایط و مشکلات خاص خودشو داره و هر کسی نمیتونه این کار رو بکنه تو خانواده های ایرانی. حالا که تو خونه داری زندگی میکنی با پدر و مادرت، با یک پدری که نمیتونی درکش کنی، بهترین راه همینه. البته این به معنی این نیستش که بی تفاوت باشی، یا این یعنی تو داری رو خودت تمرکز میکنی و نمیذاری که آدمای اطرافت تو رو کنترل کنن و تو رو تحت تاثیر قرار بدن و عصبی و نگران و ناراحتت کنن. در نهایت فقط خودتون میتونین مسیر خودتون رو بسازین و زندگی که میخواین رو بسازین. یادتون باشه زندگی قراره با کارهای مثبت، با فعالیت‌های خوب پر بشه. یعنی تو اگه پدرت این حس بد رو بهت داد، همون لحظه بیا یه ذره در موردش فکر کن، به این صدای من گوش بده، یک بار دیگه با خودت صحبت بکن، همین موارد رو پیش رو بیار و بدون که چه قضیه‌ایه و بعد بیا یه کار مثبت بکن، یه کاری که دوست داری و این با خودشناسی به وجود میاد و باید برای زمان بذاری. تو باید بدونی که چه چیزی تو رو خوشحال میکنه. این خیلی مهمه. اینطوری به زندگی عادیتون برمیگردین و از همه اون احساسای منفی فاصله میگیرین. هر چیزی که فکر میکنین شما رو میاره پایین، شما رو از مسیر اصلیتون دور میکنه، باید بذارینش کنار و ازش دور بشین. یاد بگیرین که کور، کر، لال بشین و اجازه بدید فقط شما باشید که تصمیم میگیرین و کنترل زندگی خودتون رو خودتون باید داشته باشین. نباید بذارین پدر یا مادر یا پارتنرتون، حالا من تو این صحبت منظورم فقط پدرها بود ولی برای بقیه هم صدق میکنه، نباید بذاریم بقیه افراد رو شما کنترل داشته باشن که بتونن با یه حرفشون شما رو عصبانی کنن، ناراحت کنن و یه کاری کنن که چند ساعت تو اون روزتون رو خراب بکنن. شما حق دارین که ناراحت بشین، حق دارین که بدونین که آقا پدر من این مشکلات رو داره، ولی براش چند دقیقه فقط ناراحت باشین، بعد برگردین به روال زندگی عادیتون.